سفینه فضایی هنه اینو میکشیدم اونو میزدم در اینو باز میکردم. چقدر برمیده تو که چشات بازه صورتمو که نمیبینم. بوم نقاشی و چشی نداشم بسم الله. نه همینجوری بوم نقاشی میذاره خوش دیگه. سلام بچه‌ها، به چنل یوتیوب من خوش اومدین. امروز قرار حسین منو آرایش کنه با چشمای بسته. من که خیلی حرفه‌ایم، هیچ نظری راجع به لوازم آرایشی و آرایش کردن اینا اصلا نداره. کاشغال ریخته جلو من، بعد نه که من خیلی حرفه‌ایم، میخواد گربه‌امون الان دعواشون شد. حالا بعد نشون میدیم. بعد اینا رو میخواد من استفاده کنم، من چش بسته میخوام با چش بسته منو آرایش بکنه. چی خوش میدم به بچه، چی بهش میگن از اوناست. این یکی نمیدونم چیه. تو شیرخوش اینجوری خوردی؟ شیشه شیر دیگه. شبیه شیشه شیر نیست؟ تو کامنت ها بگین شبیه شیشه شیره. خدای شبیه شیشه شیره دیگه چی؟ این شبیه چسب قطره ایه. خب این چسب قطره نیست. واقعا چسب. آها فکر کنم این چسب قطره ایه. آره نه این واسه ابروهاست. بعد دیگه ارزم به مثلا ببین حالتشو میتونی بفهمی. این واسه ابروه. نمیخواد حتی مثلا وقتی چشم بسته است بهم بگی این چیه این چیه. آقا من این دوتا رو بگیرم دستم، من کجا بدونم کدومه؟ این واسه چیه؟ لب. این واسه چیه؟ لب. لیپ گلاس دیگه. بابا دیگه پیغمبر نیستم چشم بسته رنگشون رو ترجیح. خب نه دیگه الان باید بفهمی دیگه. مثلا اینا لیپ گلاسن همه. یه ذره کمکم کن. ببین اینا آره یه ذره کمکم کن. مثلا این کرم پودره گوندستی. بابا من حتی نمیدونم چی کار میکنن اینا. به پوست میزنی دیگه. خب که چی بشه؟ خب بالاخره لکه ها رو بگیره، جوش ها رو بگیره، نمیدونم پوستو صاف نشون بده. تنها چیزی که از آرایش میدونم این واسه زیر چشم. من تنها چیزی که از آرایش میدونم بچه که بودم این لوازم آرایش فروشی ها هستم میرفتم، دیدی یه عالم چیز میز اینجوری بچه اینو قراره ببندم دور چشم، بعد اینجوری گذاشتم که دیگه خراب نشه. از این اسکارفاس آویه. بعد دیدی واسه آرایش اینجوری همش مثلا گذاشتن توی تست کنی و اینا. نه آره. بچه که بودم میرفتم بالا سر اونا میگفتم این سفینه فضایی هنه اینو میکشیدم اونو میزدم در اینو باز میکردم انگشتمون یکی میکردم. خیلی حال میداد. همین آخری بار که من لوازم آرایش دست دادم همین بود. و بچه بودم علاقه شدید داشتم خودمو شبیه دقیق کنم. الانم فکر کنم من شبیه دقیق کنی. این مثلا پودر فیکسه ولی اینم پودر فیکسه. یعنی آخر سر میمالم بهت. آره بعد که تمام بشه مثلا میمالی به زیر چشم اینا. مثلا ببین این کانسیلره واسه زیر چشم. از رو شکلشون و اینا ببین بگی دسته. آقا من اینو یه چیز حس میکنم. چرت و پرت نگو دیگه. نگاه کن اینو این یکیه، هم از لحاظ قدی هم از لحاظ این چیزی بطرش. کاش یه دختر دیگه میآوردم این چششون مثل اون آرایش میکرد. میخوای من چشمو ببندم آرایش؟ نه خب من چشمو ببندم. من قراره مورد عنایت تو قرار بگیرم دیگه. ما بریم که چشامون رو ببندیم و ببینیم چی میشه. چشم ببند. کرم پود کمکم. خب مثلا نمیدونم خودم اول باید بزنم. اول کرم پودر بعد کانسیلر. کرم پودر رو با چی میزنه؟ با فرچه. فرچه رو بده دستم. نه دیگه دست دیگه پیدا کن. بابا چشتو بستم دیگه. نه نگاه که نمی‌کنی. نه واقعا نمیبینم. یه نور از اینجا میبینم. خب اوکی. خب برو جدی شروع کنیم بچه‌ها. این کرم پودره. آره این اون چسبه است. آفرین. ببین بلدی. اون بزرگه واسه کرم پودر فکر کنم. آفرین. بیا خب باید بزنم به صورتت بعد با این بمالم. آره بچه آخه این چه کاریه میکنید بابا شما یوتیوبرها چرا قرار رفیقاتون رو اذیت میکنید؟ بکن دیگه والا چقدر غور میزنم خیلی. درسته؟ آره خب میشه اول یه برو بزنم بعد آره. داری میخوری روش؟ نمیدونم. تو که چشان بازه. چشم بازه دم رو ببینم صورتمو که نمیبینم. خیز
بوم نقاشی و چه چیز نقاشی میکنه؟ درست حسین. خب نرو آقا. حسین موها. عذر میخوام. دستم یه چیزی این لباس مشکیه. ببین رو لبام هم زد. دیمونه. بسم الله. سوراخش کنم. بسته؟ تو سراغ دماغم چرا میزنی؟ از من واقعا پرسید چرا؟ چون نمیبینم. چقدر چیزی جدیده. ایده گوی خودته. من تو رو میشناسم. من خوزم. یه اسم حرف دهنه داره؟ تا تشت نمیتونم چشم باز کنم. تا وقتی که بتونی شاهکارتو تموم کنی و بعدش ببینی با میکنی. میشه ببینم یه ذره؟ نه نمیشه. یعنی بیشتر بکشم؟ نه اوکیه. اوکی. بعد به من میگه چرا انرژی نداری؟ آقا من نمیدونم دارم چیکار میکنم. خب مرحله بعد اینو از من بگی. خب گرفتم. در اونم ببند. میتونی مثلا کانسیلر بزنی زیر چشام، فقط کورم لطفا نکن. اوه بسم الله. پیدا کن کانسیلر رو. اصلا نمیدونم. آها فهمیدم. فکر کنم این روژه. بچه خدا وکیلی چشم نعمتی الهی است. قدرشو بدونی. واقعا هر وقت احساس کردی خیلی بدبختی درد چشاتو ببند. میبینی نه زندگی میتونه خیلی قشنگ. دستت روش بودا. نه این شیشه پستون. شیشه پستون. اینه. آفرین. اینه. آفرین. فقط چی مثل ریمل میمر هر چیزی زیادی سیاه میکنه میریزه و اینا حواست باش. خب اینو باید کجا بمالم؟ زیر چشام و مثلا وسط بین ابروام. چیکار میکنی؟ چه جوریه؟ آره چون مثلا یه ذره چیز میکنه، لکه های تیره رو میگه، مثلا زیر چش لکه تیره است. من فقط این نگاه میکنم چیه؟ این سیاهه؟ نه بذار دیگه. ببخش. بسم الله. من چرا گفتم کانسیلر واقعا بزنی؟ اون چیش بین اینجا گفتیم. آره خوبه. من راضیم. خدا ازم راضی باشه. بعد مرحله بعدی میریم یه ذره راهنمایی کن. الان چیکارت کنم؟ الان باید اینا رو پخش کنی، اینجوری که نمیره. نه همینجوری بوم نقاشی میذاره خوش دیگه. خب از این چیزا بهم بده. نه این ترسناکه. چه بده؟ آها بیا برداشتیم بیا. آی کور شده. دورت جون نماز آی نمیخواد الان صرف فشار بدی. پوستم قراره چجوری بشه. مرحله بعد خیلی ترسناک شدم. واقعا نمیدونم اینو بذارم یا نه. بچه‌ها سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت کنید. به خاطر 2000 ویو نگاه چه کارایی که نمیکنه. میشه درست‌تر پخشش کنی لطفا؟ یه با این پخش کن. تیز. آی نه همون پخشش نکن تو. بیا. به خدا پوستم قراره داغون شه. آی اوکی دست نمیزم، همینجوری بمونه، همون جوری که ول میکنه میخوام بذارم باشه. خب اوکی مرحله بعدی چیه؟ مرحله بعدی روشگونه. آفرین. اوه اینه؟ نه این افتره. روشگونه اینه؟ تینته مایه است.
اینه روژمه بیا بهت کمک کنم منم چون شبیه روژامه بهش کمک کردم. این همون الان فقط بزنم رو گونه ها درسته؟ آره بسه؟ آره بسه باید بیشتر بزن. نه اوکی. بعد اینجوری با دست اینجوری من معمولا آره با دست اینجا مایه است با دست میکنم. اون براش هم گنده بود نمیبرم. دست نزن به خوده. خیلی افتضاح شده ولی ما چه انتظاری داری؟ من تا حالا کسی آرایش نکردم چه روزی چشم بسته. خب میریم واسه مرحله بعد. من میخوام الان ریمیل بزنم. خط لب اول بکش واسم. بیا میدم دسته. اوه مرسی دیگه. فقط این سرش خیلی نرمه ها نباید محکم بکشی میشه. بذار درسته دیگه. وایسا اول به واسه واکن. خب بیا مرسی. چرا اسمو اینجوری؟ خب باید اینجوری باشی موقع خط لب کشیدن. مگه اینجا لبو نمیکشم؟ چرا باشه نمیخوام نرمال حرف نزن بکشی. نه اوکی. یا حضرت فیل. با پیغمبرا کاری نداشته باشی. اوکی حالا روژ بزن. این روژه. اون تینته واسه لب آره واسه لبم استفاده میشه ولی مایه است. الان بزنم دیگه. میتونی بزنی. فقط اینو دور لبم بزنی پاک کردنش واقعا کار حضرت فیله. چون این تینته از این تینتاست که میمونه. من اصلا نمیدونم چی داری میگی. این چیه این لاکه؟ نه لاک اینم مثل همون تینت. بابا یه روژ بده به من. بیا. مرسی. همیشه خوشونت جواب میدم. آی اصلا خوشونت چیز جالبی نیست. فقط ریخت و قیافه منو. بچه من واقعا دارم سعی میکنم که مثلا خیلی ترم نست. به بالای لبم نمیخوای بزنی؟ فقط به پایین آره. نه من اینجوری دوست دارم. میدونم اون موقع بخوام بزنم دیگه شبیه جوکر میشی. باشه بزن. نمیخوام. بزن. آقا نمیخوام. آقا بابا به تو چه من آرایش باید بکنم. بابا نمیخوام. روژمو خراب کرد. برام باید یه روژ بخری. تو هم باید برای من این تایم حروم شدم و برگردم. بیا باره بابا این همه بیکار دوله. این اصلا ندادی بیرون. بیا. ای وای چرا حواسم نبود اینجوری کردم وای افتضاح شد. ریمل یا قمر بنی هاشم فقط این کورم مشکه اونو بلکن. این مشکی این نریزه جایی. نه این نمیریزه. اصلا زیاد فشار نمیارم. خب آخه میدونی چیه نمیتونم یعنی جرأت اینو اینجا حواس بشه نریزه. چشم. بسم الله. بیا. حس کنم به پوستت دارم میزنم درسته؟ 100%. حس نمی‌کردی باید میرفتی به دکتر خودتو نشون میدادی. بیا. خب مرحله بعد دیگه چی؟ یه ذره بیا تو تصویر یه لحظه. آرت ورک آرتیست.
تمام شد؟ نه تمام نشد. نه باش فقط میخوره. دیگه چی؟ بعد برمیداری حالا واسم براق کننده لب میزنی که الان این رژ زیبایی چقدر که بلا سر لباتون میاری شما دختر. این رژ زیبایی که زدی و قشنگ بیاری تو چشم. یه دونه انتخاب کن دیگه، این همه برق لب اینجا هست. این همینه ولی خب اینو استفاده کن. این یه دونه انتخاب کن ولی این چشم. نه آخه همونه، اون نداشت واسه بسته؟ تو چی فکر میکنی؟ نه خب نورمال همینقدر میاره بیشتر میزنم. من قشنگ دور لبمو میزنم. بیا. آره چون میخوام آرایشت کامل شه میدونی؟ چون خیلی خوب آرایشم کردی میخوام این دیگه نقطه بشه واسه. بچه آیده اینستا می‌نویسم میتونید بیاید میکاپ آرتیست. آره تایم بگیرید. بلا رو سرتون میاره. لطفا 6 ماه قبل بوک کنید چون عروس قبول زیاد میکنم. تایمم پره. باور کن. قشنگ یه پا میذارم این وره، یه پا میذارم اون وره، تر میزنم تو صورت. بدون اینقدر حرفه‌ای هم چشم بسته بابا. بچه ها میکاپ تموم شد. از اون پودرا که ثابت میکنه نزنم ثابت بمونه. میشه بردارم ببینم؟ الان همون یه کار مونده. بیا اینجا این ورتر یه ذره تو کادر باش. تو اصلا بردارم؟ چرا تو کادر نیستی؟ بردار. یا خدا چشم داره در میاد. ببین اصولی بخوایم وای چشم داره در میاد. چشم بسود از اینجا داره نور آفتاب طبیعی میخوره تو صورتم. فهمیدی خونشون نورگیره طبیعی. ببین بذار موهاتو بدم اون بر خانومم. خب فقط یه ذره مشکل اینو یه ذره اینجوری تر کنیم. خب واسه شبیه دلغک شدم. خوشا شد دلغک هستی. واسه یه چیزی بهت میگم. خب بعد لبو خیلی خوب رفتم تا اونجا که قرار نبود خط متی بکشم. عالی بودم، قبول کن عالی بودم. اینجا کله رو بیار پایین، اینجا رو باید تا بالا می اومدم. نگاه تفاوت پوست دوستان خراب میکنه کارو. خب ببین بعد ریمل ریدم، اینو میدونم ریمل رو ریدم. زیر چشتم خوب برقه، لبت خیلی خوشگل شده. بچه ها واقعا خدا رو شکر من خیلی بانمه که این توش جینگلی این حرف اصلا مثلا مهم نیست. میگم خدا رو شکر که پاک کننده آوردم اینا رو پاک کنم. اگه نه با اینکه آنم بیاد برنشم داره جمع کنم الان بالا بیاد میبینه تیر رو زدم تو میز ناهارخوری. خوب شد به از اینا نزدم. یا خدا چقدر شله قشنگ میریدم. خلاصه بچه ها میکاپ حسینم اینجوری شد. این بچه ها دارم اینجا رو نقاشی میکنم. پشت صحنه رو بذاری من بهتون نشون بدم. نگاه این زیر پایمون اینم پایم تخته پایه است. بعد این کتابا رو آورده بود ویو رو دریا. بعد بیرون هم میتونستیم بشیم آرایشت کنم. اون تو شکل یه چیزتون نیست اینجاست. خب تو انباره ننداخته میشون دور که مسلما. آخه خیلی صدا میاد. فکر کن صدا میاد. گربه رو نشون ندیم. گربه رو نشون ندیم. با این قیافه برام میشه دقیقه تو حیات. بعد بچه‌ها میکاپ دیگه تموم شد دیگه واقعا. بذاری من گربه هاشون رو نشون بدم. ولفی بیا این یکی هم اومد. یه ذره طول میکشه گنگ جمع بشه. بیا ولفی بودو سلام. اوه این یکی هم اومد. اوه اینا رو خودم ندیده بودم بچه ها. تیراهن میلگرده نمیدونم به اینا چی میگن. سلام. این تنها گربه که حق داره تو خونه هم بیاد. خب و فوق العاده بی‌عصابه. خب نازش میکنید باید مراقبت کنید که نزنتتون. نداری تو واقعا. تو فیلم بگیر من برگشت رو توضیح میدم. ببخش. نه خب آخه میگم حداقل بگیر ببینه. نازی خوشگلی. این وقتی میگه نو یعنی نو ادامه بدی میزنه.
من تو رو آرایش کردم، خودم چرا انقدر رنگ و رنگیم؟ اینم از ویدیوی امروز آرایش و میکاپم که بره‌ها. اینجوری شد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خوشتون اومده لایک کنید، حتما سابسکرایب لایک کنید، سابسکرایب اگرم کنید. خوشتون نیومده نه بس چنل من نیست، سعی میکنیم خوشتون بیاد. چنل من بود، گفتم به من چه؟ بیادب نباش. آره دیگه شبیه کورا شدم واقعا. برعکس. احساس کنم یه چه نه خب ربطی چشم داره؟ خب نه آخه ببین یه چشم درشتر از اون یکی دیده میشه چون دورش سیاهه، این یکی کوچیک‌تر نمیشه. چقدر تو دوربین ترسناک و بد دیده میشه. مثلا من دارم اینجا میبینم کاش الان با گوشی میگرفتم، خیلی وحشتناکه. همین دیگه بهت میگم نگاه این کوره این چشم. اوی. خب بچه‌ها تا ویدیو بعدی فعلا دوستتون دارم. خدافظ.